2 1 برید. اون گروهی که آخر برسه حذف میشه. وای خدا جون خیلی نزدیک بوده. سه تا از گروه ها به خط پایان رسیدن. یکی از گروه های قرمز یا زرد قراره بره خونه. آفرین قرمز. ای وای گروه زرد برنده شد. قرمز شانس برنده شدن 5 میلیون دلار از دست داد. وای پسر اصلا باورم نمیشه دور اول حذف شد. گروه قرمز شرمنده که حذف شدید. واسه بهتر شدن حالتون نفری $2000 بهتون تقدیم میکنیم و این شرایط برای همه برقراره. هر کسی که اینجاست فقط به خاطر اومدنش $2000 میگیره. بله درسته، تازه 3 دقیقه است که ویدیو شروع شده و همین الان ما $800,000 دادیم رفت و با توجه به 2000 نفری که اینجان یعنی ما در مجموع $4 میلیون فقط برای حضور اونا بهشون میدیم. ای وای چه وضعیتیه. آرو مواظب باش. وای خدای من. امیدوارم این همونی باشه که فکر میکنم و اگه نباشه قطعا مقصر یکی دیگه است. به نظرت کیفت راستش امنه؟ چیزی نداره. پس شانس این که 5 میلیون ببری به طور کامل به امن بودن یا نبودن این کیف بستگی داره و تو نمیدونی کدومه. آره. موفق باش. خب حالا که همه کیفاشون رو انتخاب کردن وقتشه ببینیم داخلشون چیه. آیا کیفی که دستتونه اجازه میده برید مرحله بعد یا به قیمت این جایزه 5 میلیون دلاری پاتون تموم میشه؟ 3 2 1 بازشون کنید. تبریکات ویژه به 350 نفری که کیف سبز بهشون افتاد و اون 50 نفر قرمزم متاسفانه حذف شدن. شرمنده رفقا، ولی باید از سالن برید بیرون. فکر کردم کیف امنه. انتظار اینو نداشتم. فکر کردم بیشتر دووم میارم. کیفم امنه، واقعا کیفم امنه. تونستم کیفم امنه. این عالیه. بچهای صورتی میتونید برگردید سر جاتون. اونایی که باختن هم $2000 رو بگیرن و برن بیرون. حالا که تیم صورتی 50 نفر رو از دست داد، ما دوباره کیفا رو جابجا کردیم تا این بار تیم نارنجی شانسش رو امتحان کنه. خب تیم نارنجی امیدوارم حاضر باشید چون وقتشه که نقشه رو ببینید.